سرگذشتی تلخ و جانکاه است و سرگذشت مردانش که بار فرهنگی چنین شکننده را از رهگذری چنان پرخطر به منزل مقصود برده اند حکایتی است هولانگیز. مردانی پاک باخته تمام باخته که آتش در سرانگشت داشتند و آتشکده‌ای در دل و با این همه تاریک گذشتند و در اعماق تا این وظیفه را از خشم ظلمت نهان ماند. مردان تاریخ موسیقی ما مسافران خسته ظلمتند. ودیعه این فرهنگ سوزان را از پدران خیش گرفتند و به فرزندان خیش سپردند. با تحقیر و دشنام و زشتنامی سازگاری کردند تا جرقه از دل طوفان به سلامت گذشت و خرمن خورشید شد. نام بلندشان غرقه نور باد. درویش خان و عبدالحسین خان و شیدا، سماعی و نیداود، محجوبی و صبا و بسیاری دیگر آنها که نامی حتی از خود به یادگار نگذاشتند. همینطور ما ضرب میزدیم تا خدا تصادف کرد و نصیبمون کرد مشرف شدیم خدمت سبا. سبا ضرب شناسی یاد ما داد. بعدم برخوردیم به مرحوم خالقی وزن شناسی یادمان داد. استاد من پدر مادرم مرحوم میرزا علی خان که یکی از اساتید کمانچه بود و پسرهای ایشون هم از کمانچه تعلیمات کاملی داشتن. بنده پیش استاد که تکمیل شدم، یعنی اندازه‌ای که کمانچه رو یاد گرفتم و پیش دایی ها تکمیل کردم تا یه اندازه. از طفولیت سن تقریبا 7 الی 8 سالم بود که برای کار هنری شروع کردم. البته یه جلسه یا 2 جلسه بیشتر پیش پدرم کار نکردم، از لحاظ اینکه من کوچک بودم و سنم کفاف نمیداد بخوام کار بکنم. بعد کار هنری رو پیش خواهرهای خودم شروع کردم به کار کردن.
سالگی نزد مرحوم پدرم مشغول تحصیل موسیقی شدم و تا 14 سالگی سازم پیشرفت خوبی کرده بود که بعضی از شاگردهای مرحوم پدرم هم درس می‌دادن. اولین مرتبه ای که صدای نی رو شنیدم یه پیرمرد ریش سفیدی بود، عینکی هم داشت، این نی میزد و حتی دندانهاش هم ریخته بود، با سقش نی رو میزد و به اندازه صدای ساز این پیرمرد روی من اثر کرد که بی اختیار دیدم من فریفته و شیفته این مرد شدم و هی بهش میرم باز یک کمی بزن. همین منو تشویق کرد که برم نی پیدا بکنم و رفتم نی خریدم. اون چه خواستم از نی صدا در بیارم نشد و حتی یک صدای ساده که الان با انگشتم میتونم بزنم اون وقت نمیتونستم از نی درارم. بنابراین 2 سال طول کشید تا اینکه با مرحوم نوایی که یکی از دوستان پدر من بود و یکی از نوازندگان نی بود که در اون زمان شهرتی داشت روبرو شدم و بعد از 1 هفته تونستم صدای نی رو در بیارم. بچگی خیلی علاقه‌مند بودم به موسیقی و هر وقت که منزلمون مهمانی بود و پدرم از موسیقیدانان جوان دعوت می‌کرد که براشون برنامه اجرا بکنن، من همیشه پای ساز اینها تا ساعت‌های نیمه شب اینها می‌نشستم و گوش می‌کردم. بعد هم در حدود سن 20 سالگی رفتم نزد استاد صبا. خاصیت استاد صبا به این بود که علاوه بر اینکه نوتشون خیلی قوی بود و با نوت دست بدن ردیف رو خیلی خوب می‌دونستن و به مضراب‌های سنتور و تکنیک سنتور اونطوری که حیوی سماعی ساز می‌زد آشنایی کامل داشت. و به خصوص که سماعی خودش گفته بود که اول باید شاگردها پیش صبا کار بکنن، تکنیک رو یاد بگیرن و قوی بشن، بعد بیان پیش ایشون کار بکنن. بعد که 10 سالی پیش صبا دیدم، ایشون یک تقدیرنامه‌ای برای من نوشتن و اجازه دادن که با خودشون ساز بدن. در رادیو نوارهاش موجود هست و نوارهای در وزارت فرهنگ موجود هست. دانشگاه موسیقی ملی درس میدادم و بعدا هم کلاس آزاد منزل خودم میومدن پیش من تعلیم گرفتم. کسانی هم که برایشون مغزو نبود من میرفتم منزلشون. 7-8 شاگرد دارم که الان هم مشغول تدریسن. کاملا الان به بنده هفته 2 روز 3 روز درس کمونچه دارم که شاگردای تقریبا از همه جور، هم جوانتر هم سالمند، همه جور شاگرد دارم. در تمام آلات موسیقی چیزی که حساب نمی‌شد به حساب نمی‌آمد ضرب بود.
باید یه سازی باشه، ساز بزنه، ضربند دو که ضرب بزنه. حالا ضرب رو به جای رسوندیم، پس از 40 سال این ضرب اول واقعا هم که عرض میکنم صفر بود، دست چپ اعداد کش خونده نمیشد، آوردیمش گذاشتیم دست راست اعداد به تصدیق همه. این موضوع شاگرد و اینها اومد جلو، من موضوع تکنیک رو به اینها یاد میدادم و حالا به همین ترتیبه. اگر چنانچه بخواهند یاد بگیرن، من اصول کار رو بهشون میگویم که باید به چه طرز کار بکنید. گاهی از اوقات یه چیزهایی از اونها بنده یاد گرفتم، اونها از بنده یاد گرفتن، نمیتونم بگم بنده کار معلمی داشتم، ولی خب اونچه که عدسم برمی آمده. بعد از فوت مرحوم پدرم در همون منزل که منزل پدری بود، بعد از او شاگردای پدرم رو درس داد. بعداً وزارت فرهنگ سابق یه امتیازی به نام مدرسه موسیقی شهنازی به بنده دادن. بنده اون مدرسه رو دایر کردم و از اون تاریخ مشغول تدریس شدم که هنوز هم مشغولم. حسین خان اسماعیل زاده که میرفتم پیشش با عبادوشم بود، اون وقت که نوت نبود که میگفت هر چی 6 و 8 هست بزن بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه. یا دو ضربی رو میگفت بزن 125 والا بنده این مدت که با کمونچه کار کردم راجع به سیمهایی که سابق به این وضع نبود، چون با کوک امروز اون سیمها درست در نمی اومد، اینها رو بنده تغییر دادم. البته یه تغییراتی در کمونچه کلی پیدا شده، سابق 3 سیم بود حالا 4 سیمه. و البته بنده به این امتحانات و تجربه و اینها یک کارهایی کمونچه کردم که صداش تا اندازه‌ای با موسیقی امروز یه اندازه‌ای برای نوازندگی امروز مناسب باشه. حالا برای امتحان از قدیم که میزدن اینطور ملایم میزدن، به این فرم میزدن.
سبک قدیم تقریبا نزدیکتر بود تا امروز. حالا به فرم اینکه امروز تغییراتی کرده عرض می‌کنم خدمتتون. کارهایی که من در زمینه موسیقی ایرانی برای ساز سنتور کردم، یکی تهیه کتاب دستور سنتوره که برای مبتدیان سنتور، کسانی که میخوان تازه شروع بکنن، اینو تهیه کردم و درش مجراب‌های خیلی ساده سنتور رو درش گنجوندم به طوری که مبتدیان بعد از اینکه این کتاب رو زدن میتونن که به راحتی ردیف‌هایی که سبا برای سنتور نوشته برای آوازهای ایرانی بتونن به راحتی اونها رو بزنن. در ضمن در این کتاب چند تا آهنگ محلی تو چهارمزراب‌های مختلف و از آثار موسیقی کلاسیک ایران هم چیزهایی گنجوندم که شاید حوصله‌اش سر. در ضمن بعد از این کتاب دیگری در سالهای اخیر به نام 30 قطعه چهارمزراب که برای دوره عالی سنتور هست تهیه کردم که با کمک وزارت فرهنگ رو چاپ کردیم و الان در دست عموم هست. به عنوان نمونه که خیلی کوچیک براتون میذارم. چهارمزراب‌ها که باید خیلی شاید کار کرده باشه تا اینکه بتونه اینها رو بزنه. البته بعد دوره‌های سوا میتونه اینا کم کم شروع بکنه و خودش رو قوی بکنه. بنده 5 دستگاه ساختم که عبارت از شور و ماخور و همایون و سگاه و چهارگاه که اونها رو تدریس کردم و اونها مکمل موسیقی سنتی خودمون بود که هنوز هم اونها رو تدریس میکنم در هنرستان موسیقی ملی و فکر میکنم تا امروز هم کسی همچه دستگاه هایی نساخته باشه و بعد از او هم آهنگ هایی ساختم از قبیل پیشتر آمد، آهنگ های خارجی، تصنیف، رنگ و تا امروز هم همینطور مشغول هستم و مشغول تدریس هستم و همینطور آهنگ میسازم و تحویل شاگردها میدم. گذشته از روشی که از استاد صبا بنده یاد گرفتم در نوازندگی و احیانا چند تا استاد دیگه در اصفهان یا تهران، خودم هم بعداً دارای یه سبک خاصی شدم در نوازندگی و بیشتر توجه پیدا کردم روی صدای نی، چون صدای نی رو بیشتر با پارازیت یا ناصاف یه صدای فشی دنبال صدای ساز همیشه بود. من سعی کردم که این صدا را خالص درارم، ناب درارم، به اصطلاح بدون سر صدا باشه که الان اینن میزنم براتون. و یکی دیگه 2 تا از دستگاه های موسیقی ایرانی رو با نی نمیزدن یا اگر میزدن یه مقداریشه میتونستن بزنن، به طور کلی نمیتونستن که این 2 تا دستگاه رو با نی بزنن. اونا رو هم من با پشت کار و کوشش رو نی پیاده کردم و الان البته دانشجوها به راحتی میزنن. حالا صدا رو که توضیح دادم، صدای نی که در میبردن قبلا عیناً میزنن این بوده است. که بنده تبدیلش کردم به
زمان قدیم ما خودمونم که یادم میاد طرز نواختن به این طرز که بنده عرض میکنم بود، ولی خب خودم هم الان یادم رفته از لحاظ اینکه به طرز قدیم میدونید ولی چند سال قبل بوده. هر کی تندتر میزد ناخنش تندتر بود و پنجه تندتر بود. این رو در واقع بهش میگفتن ستاریست. یه ستاریست خیلی خیلی خوبیه و ما به همون طرز کار میکردیم. ولی خب من دیدم که وقتی در رفتم به رادیو دیدم اصولا این طرز زدن با وضع میکروفون اینها اینقدرها جور در نمیاد. این بود که بنده طرز نواختن رو تغییرش دادم. مثلا سابق اگر می‌خواستیم بزنیم یک قسمتی به این حال تقریبا ما یاد میگیردیم، اما حالا خب به امروزی بنده اومدم به این طرز درش آوردم. بقیه دیگه پای شاگردای ما که چیکار کنن چیکار نکنن. ما که دیگه عمرمون کردیم و نه قدرت داریم و نه قوه داریم دیگه، ما کاری ساخته نیست. مگه این 4-5 تا شاگرد که داریم اینا یه کارایی بکنن.